سالم داشت، دو پای سالم داشت، چشم روان داشت، گوش شنوا داشت، نماز میخواند. مهمش این است، نمازی بود. مردم عزیزی از غلام، نماز بخوانید قبل از اینکه بر شما نماز بخوانم. وقتی که شما نماز را ضایع میکنید، ضایع هست بر شما نماز خواندن. نماز بخوانید تا نماز بر شما صحیح بشه. امروز حق این میت است که برایش نماز بخوانیم، چون در قید حیاتش بود، نمازی بود. جوانان، نوجوانان، رشت سفیدان محترم، نماز اولین ستون دین است. بنی الاسلام علی 5: الشهاده و اقام الصلاة و اقام الصلاة. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز بخوانید قبل از اینکه بر شما نماز خوانده شود. وقتی که شما نماز نخوانید، نماز جنازه بر من و شما حیف می شود. نماز جنازه لایق و سزاوار اون بنده خدایی است که در زندگیش نماز داشت و در زندگیش نماز را پیاده داشت. این انسان نمازی بود. این انسان با طاعت و عبادت بود. این انسان بردگی و بندگی خدا را بر دوشش داشت و این انسان با کوهی از طاعت و عبادات و بندگی و بردگی امروز به قصر و قصور و آپارتمان‌های بهشت رسپار شد و رفت. الله رب العزت روز قیامت ایشان را در بهترین صفهای زنهای صدر اسلام از جمله خدیجه الکبری، عایشه طاهره، زینب ها و حفصه ها و سمیه ها حشر و نشر بفرماید و عظیم قصر و قصور و آپارتمان های بهشت بگرداند. روحش شاد و روانش آباد باد. الله رب العزت دریچه از بهشت را از قبرش برایش باز میکند تا قیام قیامت، تا دمیدن سور حضرت اسرافیل. روح و روانش به عیش و نوش و بهترین نعمتهای بهشت عزیزان دل سرگرم است. الله رب العزت ما زنده ها را توفیق عمل عزیزان دل قبل از مرگ عنایت فرماید. صاحب میتم عزیزان دل اینجا حضور دارد، پیش امامان مسجد هم اینجا حضور دارند، مخلصین بالاخره این وادی اینجا حضور دارند. انشالله که قرض و کواله که این مادر اگر برداشت داشته باشد عزیزان دل، میتوانه در حضور شاهید که این حق شما هست، حق خدای رؤوف و مهربانی است، حق خدا نماز است، حق خدا روزه است، حق خدا زکات است، حج است، مکارم اخلاق است و تقوا هست. اگر کوتاهی داشته باشد خدا غفور و رحیم است. الحمدلله رب العالمین، الرحمن 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 الرحیم، مالک یوم الدین. اون را حواله به مالک یوم الدین میسپاریم. اما امروز اگر قرضی داره باشد، طلبگاری هستید، در حضور شاهدان اعلان بفرمایید حق شما هست، حق شما باید پرداخت بشد، بعدم باید تشییع جنازه خوانده بشد. اگر ندارید عزیزان دل، جنازهش بالاخره با یکی از دوستان و یکی از بزرگان بالاخره این وادی خوانده می شود و ما هم بالاخره به نیت اخلاص و تقوایی که چقدر نان و نمک از این مادر من خوردگی هستم و چقدر امیدوار بودم عزیزان دل. اینها در حق ما دعا میکردند، دعاگو بودند. یکی از دعاگویان ما در همین منطقه همین مادر بود. اینها اخلاص داشتند، اینها عزیزان دل نسبت علما بالاخره حسن نیت، حسن ادب، حسن اخلاق داشتند. اینها انگشت شمار در وادی از غلام ماندگی هستند. یکی همین بود که امروز رفت و ملاک را ندیده بودند، با گناه آشنا نبودند. این مادران و این خواهرانی که در قبل 60 سال 70 سال 80 سال عمر دارند، در مقابل خواهران و مادران و دختران الان
اینها به منزله فرشته هستند عزیزان دید. اینا گناه را ندیدند، با گناه آشنا نبودند، گناه را نشناختند، لذت گناه را ندیدند، رفتند به ملاقات خدا. اما زنان این زمان اگر مستقیما گناه نمی کنند، در اینترنت همه گناه هست، در کامپیوتر همه گناه هست، در تلفن همه گناه ها راسته هست. همه گناه لذتشان را از اینترنت و کامپیوتر و از وسایل و مسائل پیشرفته روزی عزیزان دیل می چشند و بهره‌مند بشند. خدای رؤوف و مهربان خانه قیامتش را آباد بفرماید، قبرش را پرنور بفرماید و قبرش را باغی از باغهای بهشت برایش بگرداند. بیشتر مزایم دوستان و عزیزان نمی شوند و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.